کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 5 می بر اثر بارشات شدید در بعضی منطقه‌های کشور سطح آب دریاها بلند شده باعث زیر آب ماندن قطعه‌های زمین‌های نزدیک گردید. اینچنین در چند مورد فروریزی کوهپارا ثبت شده است. از جمله در نتیجه باران‌های سیل بالاروی سطح آب در دریای آب مزار به قید گرفته شده قطعه‌های زمین‌های نزد اولگی زیر آب ماندند. به دو خانه شخصی ضرر رسیده است. پول و سربند در جماعت دهات لاهوتی، جانبخت، غفار، میرزای نویه خوولینگ قسماً ویران شدند. اینچنین بارش شدید باعث پیدا شدن لای آب گردیده که آن به 15 قطعه زمین نزد حولگی، زمین‌های کورم و باغ‌های ساکنان دهه 40 دختران جماعت دهات به نام نظرف نویه مومن آباد ولایت ختلان ضرر رسانید. علاوه بر این سیلاب 20 کیلومتر راه محلی ماشینگرد و پول بین دهه‌های کلچشمه، غش و لچک را بست. 5 می در حدود دهه گیزن پایان جماعت دهات موغیان شهر پنجکند ولایت سوغد ریزش کوهپاره به قید گرفته شد. با مقصد پیشگیری حالتهای ناخوش 29 خانواده با تعداد عمومی 112 نفر به جای بیخطر انتقال داده شدند. همان روز در نزدیکی موضع خیخیک نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان ریزش کوهپاره صورت گرفته سبب موقتا بسته شدن شارع گردید. فعلا راه از کوهپاره تازه کرده شده است. آفتهای طبیعی مذکور تلفات جانی به بار نآوردند.